یکی از قارچ‌های دارویی خیلی خیلی مفید و البته تو طبیعت مخصوصا گیلان و مازندران گرگان تو این نوار شمالی این قارچ‌ها فراوونه. تو جنگل‌های دیگه هم گیر میاد اما اینجا فراوونه. شمال که میرید اینو زیاد میبینید. پاینده ایران، درود به همه شما علاقه‌مندان به طبیعت و طبیعتگردی. هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم و حال دلتون خوب باشه. این ویدیو در مورد یه قارچ دارویی و درمانیه، یه قارچ خیلی خیلی مفید که در ادامه من بهتون توضیح میدم این قارچ چه شکلیه، کجا پیدا میشه، چقدر و چطوری ازش استفاده کنید. بس ویدیو مطالبش کامله. اگه ویدیو رو نبینی و کامنت بذاری و چیزی بپرسی که من توضیح دادم در موردش، اون کامنت رو جواب نمیدم، بس دلخور نشید. و اما شما اگه فقط با این ویدیو با من آشنا شدید، عضو کانال نشو، سابسکرایب نکن، چون من حامد هستم. موضوع در مورد گیاه و گیاهشناسی اینجا منتشر میکنم، گیاهان دارویی، پرورش و نگهداری درختان، کشاورزی، اینطور چیزا. بس موضوعات درباره گیاهان و هر اون چیز سبزی که تو طبیعت میبینید مختلفه. موضوعهاش طوری نیست که فقط قارچ باشه، فقط طبیعت باشه و شما سابسکرایب بکنی و منتظر باشی که من باز فردا یه قارچ دیگه و سعی میکنم موضوع رو شفاف، ساده، روان توضیح بدم که توی یه ویدیو کار 10 تا قارچ و 10 تا گیاه رو با هم دیگه جمع کنم. یکی از مفیدترین قارچ‌های دارویی شناخته شده که از سال 1970 به بعد پزشکان، دانشگاه ها روش خیلی زوم کردن، روش خیلی تحقیق کردن، آزمایش کردن و الان که من دارم این مطلب رو با شما به اشتراک میگذارم، این قارچ به عنوان یک دارو برای درمان استفاده میشه. یعنی جز گیاه ها و طبای محلی و سنتی اون شکلی نیست که دهن به دهن و خونگی چرخیده باشه، نه اون شکلی نیست. یک قارچ درمانیه. چی رو درمان میکنه؟ انواع سرطان درمان میکنه. خدایی نکرده اگر چنین بیماری دارید به کارتون میاد. موضوع حساسیه و من دارم ادعا میکنم این قارچ از شیمی درمانی یا حتی به صورت مکمل با شیمی درمانی بهتون کمک میکنه. با اون پزشکی هم که زیر نظرش هستید یا اون آشنا دوستتون زیر نظرش هست میتونید مشورت بکنید. اینم یه روش دیگه است که ازش بپرسید قارچ دم بوقلمون یا ترکی ماشروم، این ترکی ماشروم یا هر جای دنیا که هستید دارید زندگی میکنید اونجا به چی میگن بوقلمون؟ اسم این قارچ هست دم بوقلمون، از خانواده قارچ گانودرما است. حالا بهتون نشون میدم چطور باید تشخیصش بدید. و تو همین قارچ مثل همه قارچ‌های خوراکی و گیاه درمانی دیگه، اگه این قارچ خوش رنگ و شفاف نباشه، رنگ سبز داشته باشه، حالت کپک زده داشته باشه، اون دیگه سمیه. اصلا خود اون کپکی که روی نون هست، هر جا رو هر چیزی که دیدید اون دیگه سمیه. اون کپک یه نوع قارچه اما سمیه، کبدتون رو درگیر میکنه. برخلاف او کپک که کبد درگیر میکنه، این قارچ دم بوقلمون مخصوص پاکسازی کبده. یعنی دومین کاربردش پاکسازی کبده، سومین کاربردش برای قلبه، برای عروقه، برای پاکسازی خونه. ببین کبد وقتی پاکسازی میشه خونتون هم پاکسازی میشه. بعد برای بالا بردن قوا، برای سیستم ایمنی خیلی مفیده. شما اگر شکر خدا اون چی که امیدوارم اصلا بیمار نیستید، فقط مثل من داری پا به سن میذاری، اینا دیگه سفید کردی، میخوای پیرمرد بشی، پیرزن بشی، ببین از سن 40 که داری رد میکنی یه سری از همین گیاه ها و از این قارچ‌هایی که من میگم دور بر چشم بچرخون، پیدا بکن، ازش استفاده بکن، منتظر مریضی نباش. این قارچ این فایده رو هم داره. وقتی ازش استفاده میکنی مثل گانودرما است، وقتی ازش استفاده میکنی بدن سیستم ایمنیت فعال میشه، مثل یه جوان عمل میکنه و شما رو در مقابل سرماخوردگی، در مقابل ویروس های مختلف که الان کم هم نیستن، شما رو
مقاوم میکنه، یه سپر دفاعی میشه. به شکل چایی روزانه هم میتونید استفاده بکنید، 1 گرم تا 3 گرم. برای کسی که بیماره حتی داره شیمی درمانی میکنه تا 3 گرم رو میتونه در روز استفاده بکنه. هر بار 1 گرمش رو توی یه قوری بریزه، روی سماور یا روی کتری بذاره، با 1 بار آب داغ روش ریختن تمام موادش آزاد نمیشه. من نمیخواستم حالا دم بکنم وقت شما رو بگیرم، فقط همین توضیحی که میدم همین انجام بدید. شما این قارچو هم میتونید تازه شو الان که پیدا کردید همون شکلی درسته بندازید توی قوری، روش آب جوش بریزی، 1 گرم تا 1 گرم و نیم از این قارچ رو میریزی توی قوری، 1 لیوان نیم آب جوش میریزی، اون روی قوری بمونه 10 دقیقه 1 رو بمونه با دمای ملایم مثل چای ساز. البته اون چای سازایی که مثل قهوه جوش هستن دماشون ملایم و 1 نواخته، نه اینکه جوش بیاره همش بخواد ببره بالا دما رو، نه، بهترش همونه. تو قوری بذارید روی سماور یا روی یه کتری با شعله کم بذارید، یه 10 دقیقه تا 20 دقیقه بمونه تا موادش خوب توی اون چای آزاد بشه. ممکنه این چای رو خیلی تلخ بکنه برای دیابتی‌ها، برای اونایی که قند خون دارن. کجای خوابیدیمیو؟ ببینید همیشه هم مثلا قارچه ها و اینا یه جای عجیب غریب و اونطوری دنبالش نگردید. خیلی وقتا مثلا همین تو لونه مرغا، تو همون باغ مرکباتتون ببین یه تابستون یه خورده علف اینجا در اومد، حالت جنگلی طور شد، رطوبتش بیشتر شد. همین تیکه چوب، من امروز اومده بودم این تو چشمم به این خورد، یه تیکه چوب که همین کنار افتاده بود توش قارچ در اومد. و من خیلی دیدم این قارچه رو انواع توسا در میاد، رو چوب و تنه توسا. و این قارچ رو همونطوری که گفتم هم به شکل تازه میتونید استفاده بکنید، یعنی حتی اینطوری بخورید، خیلی سفته، اونطوری نیست که بجوید و راحت بخورید، در حد اینه که یه ذره تو دهان باش بازی کنید، نرمش کنید و قورت بدید. اگه اینجوری میخواید بخوریدش از نیم گرم بیشتر نباشه. وقتی اینو میخوری بعد 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه کم کم یه سردردی شروع میشه و طولانی مدت هم نیست. او به ذائقه آدم میگه بلغمیه فلان اینه اون، سرد مجاز، گرم مجاز، یعنی طبع بدنش گرم سرد ایناست. همه چی مرده خیار هم میخوره سردرد میگیره، ماهی میخوره سردرد میگیره. شما اگه طبع بدن سرده، فشار خونت پایینه، ممکنه این قارچی که بخوری سردرد بگیری. بعد امتحان کنی یه مقدار کمترش رو بخوری، نه ارزش داره. حتی اگه اندازه یه پر مرغابی یا در روز بکنی چای درست کنی بخوری، ارزششو داره. یعنی قبلا خوردی 1 گرمشو خوردی دیدی سردرد گرفت، حالا میای 1/10 گرم رو میخوری دیگه سردرد نمیگیری. الان دارن ازش دارو هم میسازن به شکل قرص، به شکل شربت دارن تجویز میکنن، اما تو طبیعت هست، بشناسیش، پیداش کنی، شکار زدی. اگه سردرد بگیرید قارچه شما رو مسموم نکرده یا قند خونتون خیلی آورده پایین، قند انداخته، یا مورفین بدنتون، این 2 نوع افراد نمیتونن. یعنی کلا کسی که الان شما فکر میکنی مثلا سالمی، کامل سلامتی، الان این قارچ استفاده کردی سردرد میگیری، حتما برو آزمایش خون بده، چکاپ کامل بده. این یه نشانه از اینه که یا شما دیابت داری، قند داری، یا اینکه اگرم مورفین و اینا استفاده میکردی و اینا، کم کم مصرفتو کم کن. من میخوام ویدیو بعدی، چون قبلا در موردش حرف زده بودم، ممکنه بعضی خوششون نیاد، ممکنه خیلی هم خوششون بیاد، کامنت ها خوندم منتظر این هستن. تو ویدیو بعدی میخوام فقط در مورد این صحبت کنم که واقعا بین همه گیاهایی که معرفی کردم برای ترک کردن، برای استفاده کردن کدومش بهتره. اگرم میخوایم بریم بخریم یا پیدا کنیم کدومش بهتره، سراغ کدوم یکی بریم و چطور ترک کنیم، راه و روش ساده ترک کردن تضمینی رو بگم. من نه قراره بهتون از این ویدیوها انگیزشی بفروشم، نه گیاه بفروشم، نه دارو و درمان بفروشم، هیچ چیز فروختنی نیست. فقط یه
صحبت دوستانه است. یه کاری یکی انجام داده، مثلا یه قلاب برداشته رفته تو رودخونه ماهی گرفته، شما یه ازش میپرسی آقا تو تومه چی زدی ماهی گرفتی، بهت میگه من خمیر زدم فلان زدم، یا اینکه خودش بهت میگه من رفتم فلان تومه رو زدم 100 تا ماهی گرفتم تو هم بیا بزن. همین موضوع بین من و شما هم همینه. فقط اون چی که بر من گذشته، اون چی که آموختم، اون چی که بلدم، اون چی که آگاهم رو باهاتون به اشتراک میگذارم. امیدوارم این موضوعات رو بپسندید، خوشتون بیاد، از من خوشتون بیاد. کامنت بذارید از نظرتون این ویدیوها مفید هست یا نه. اون کامنت ها، اون لایک هایی که میکنید فقط کمک میکنه ویدیو رو افراد بیشتری ببینن. پولی در کار نیست، یعنی اون پولی که هست اونقدری نیست که بعضیا فکر میکنن من زیر دینشونم. اگه کسی فکر میکنه با دیدن ویدیوی من، با عضو کانال شدن من پولدار میشم، لطفا خواهش میکنم هم خودش هم دوست رفیقانشو که باش همدلن رو اونا رو راهنمایی کنه، تشویق کنه، آنساب کنن، از کانال برن بیرون. بعد اونا دیگه اصلا لایک و کامنت نذارن. اگه کامنت بذاری خیلی بیشتر به من پول میده. این کارو نکن، به جیب خودت خسارت نزن. دمتون گرم، دوستتون دارم، فداتون بشم. تا ویدیو بعد، خداحافظ.